با مقصد تامین نمودن نفوذ بیشتری سنت‌های فرهنگی و ارزش‌های مردمی و باز هم استوار گرداندن پایه‌های دولتداری ملی با تجاوز پرزیدنت مملکت قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان قبول گردید که این سند در سمت به نظام و ترتیب درآوردن مراسم و جشن‌های ملی و دینی نقش برجسته گذاشت. قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها در جمهوری تاجیکستان با اصلاحات جدی اجتماعی در کشور آغاز بخشید. طلبات قانون مذکور از جانب ساکنان شهر و دهات حصار که طبیعتاً با چنین اصلاحات آماده بودند دستگیری همه طرفه یافته در افکار و آیین زندگی آنها تحولات تازه به میان آورد. اگر با پیش از قبول قانون تنظیم را ما نظر کنیم میبینیم که شهروندان هفته توی میکردن 3-4 روز توی میکردن مرکه زیادتی میکردن صرفه سرشتکاری را دست میزدن. بعد قبول قانون یعنی 14 سال سپری گردید. در این 14 سال مردم شهر حصار خیلی درک کردند که زیاده‌روی اسرافکاری با ضرر بودجه عائله خودشون میباشد. ما میتوانیم خراجات زیادتی نکنیم به خانه یتیمان و فرزندان ما برای تحصیلشان پس انداز کنیم. گرچنده در برگزاری توی مرکه ها مردم از صرف و خراجات بیهوده خودداری می نمایند ولی هستند حالتهایی که باعث ویران شدن بندهای علاهیده قانون می گردد. از طرف بخش نسبت چنین شهروندان چگونه چاره ها اندیشیده شده است؟ شهروندایی بودند که بعد قبول قانون هم به این رعایت نمی‌کردند. آسته ما کمیسیای دائمی در هر یک واقعه خویش با فعالان با اهل جماعت از مضمون این قانون و محتوای این قانون خبر میدادیم و میفهماندیم. آهسته مردم از این قانون خبردار شدند. حالا باشد در شهر حصار مسئولیت حس کردن احساس نمودن آنها با کم خرج گذراندن توی مرکه‌های خود سفربر گردیدند. تا قبول قانون بودند شهروندانی که از سنت‌های مردمی و ملی سوء استفاده نموده آنها را چون واسطه خودنمایی، شهرت پرستی، به دست آوردن آبرو و حتی مرتبه و مقام استفاده می نمودند. گرچنده چنین خودنمایی و اسرافکاری ها امروز کم به نظر می رسد ولی در راه رسیدن به هدف نهایی رهبریت عالی کشور که تامین زندگی شایسته می باشد باید هر یک فرد وطن دوست در راه تطبیق این قانون ملی سهمگذار باشد.